با سلام خدمت دوستای گلم و همه کسایی که این ویدیو رو مشاهده میکنن. یه توضیح اومدم در رابطه با کلیپ هایی که جدیدن توی اینستا و یوتیوب زیاد دیده میشه در رابطه با اتصال گوشی به استارلینک در حالت پرواز. یه سری دوستان اومدن یه توضیحاتی دادن با کد دستوری و وارد کردن این کد وارد یه قسمت مخفی از تنظیمات گوشی میشید که شما با روشن کردن قسمت رادیویی میتونید به استارلینک وصل بشید. اولا که باید بگم که این دوستان از روی ندانستن و نداشتن اطلاعات کافی دارن این توضیحات غلط رو به مردم میدن. این یه قابلیتی که یه سری از شرکت‌های تولید گوشی برای کسایی که در محیط‌های کاری یا سرویس‌های اطلاعاتی یا جایی که ملزم به این هستن که گوشی رو حالت پرواز بذارن، میخوان اونجا قرار بدن رو حالت پرواز، ولی در این حال میخوان اینترنت هم از همون داده استفاده کنن. شما با این حرکت که این کد دستوری میزنید چه اتفاقی میفته؟ شما این کارو که میکنید نوار بالای قسمت اطلاعات گوشی که آنتن و شبکه رو نشون میده میره رو حالت پرواز، ولی در این حال به صورت مخفی شما دارید بازم از اینترنت خودتون استفاده میکنید. پس مطمئن باشید شما به استارلینک وصل نخواهید شد به این راحتی، مگر اینکه اون گوشی‌هایی که ذکر شده و اسامیشون توی اینترنت هست و مناطقی که خود ایلان ماسک اعلام کرده شرکتش فعال هستش این قابلیت رو داشته باشن بتونن استفاده میکنن و فعلا در آمریکا هستش. امیدوارم که این ویدیو به درد شما خورده باشه. با تشکر.